امام موسی بن جعفر فرمود ان العاقل نظر فی الدنیا فعلم انها لا تنال الا بالمشقة و نظر الى الاخره فعلم انها لا تنال الا بالمشقة فطلب بالمشقة ابقاهما. عاقل نگاه می کند به دنیا، می بیند اگر بخواهد دنیا را به دست بیاورد با آسانی به دست نمی آید، باید زجر بکشد، رنج ببیند، زحمت زیاد بکشد تا به دنیا برسد. و نگاه می کند به آخرت، می بیند آخرتم به چنگ و دستش نمی آید مگر این که زحمت زیاد بکشد. فطلب بالمشقة ابقاهما. اون چیزی که بقا دارد، جاویدان است، همیشگی است، با زحمت همون چیزی که همیشگی است به دست می آورد. پس آدم عاقل دنیا را مزرعه برای خودش قرار داده است، دنیا را دانشگاه قرار داده است، از اینجا خدا می شناسد و خدا را اطاعت می کند، در این دنیا عمل می کند، می کارد. برای کجا؟ برای این که نتیجه را در آخرت به دست بیاورد.